آقا از مقایسه خب به حسادت میرسی، پاره میشی. پاره یعنی مقایسه، حسادت و یک پارگی عجیب، پارگی دردناک. میخوای با این چیکار کنی؟ میخوای واقعا باز چیکار کنی با این پارگی بعدش؟ بهش فکر کردی؟ البته خب ما هممون یه جور پارگی خاصی داریم. یعنی همیشه، یعنی مگه میشه اصلا آدم حسود در جهان نباشه؟ یعنی اصلا مگه میشه آدمی که بی تفاوت باشه به موفقیت دیگران؟ مگه میشه به ثروت دیگران، نمیدونم، به خوشبختی، به همین موندم، مگه میشه آدم کمالگرا نباشه، خوشش نیاد که مثلا خودش هم چیزای خوبی که بقیه دارن داشته باشه؟ میشه مگه نباشه اینجوری؟ پس ما هممون به یک نوعی، حالا هر کی طبق سلیقه خودش، پارگی خاص خودش هم داره.